نتایج یک سروه نشان می‌دهد که 88% جوانان افغانستان با هوش مصنوعی آشنایی دارند و از این میان بیش از 2/3 آنان کاربران منظم آن هستند. این سروه از سوی مؤسسه رسانه‌ای سلام افغانستان و رادیوی سلام وطندار تحت عنوان ارائه نتایج سروه ملی هوش مصنوعی و جوانان افغانستان، بررسی میزان استفاده، نقش مشورتی و پیامدهای اجتماعی در میان جوانان امروز دوشنبه منتشر شده است. این سروه به گونه میدانی طی 8 ماه از 1154 تن از 32 ولایت افغانستان شامل 50.6% مردان و 49.4% زنان انجام شده است. گسترش هوش مصنوعی به عنوان یک پدیده در لایه‌های مختلفی افغانستان بسیار در حال گسترشه. یک پیش‌فرض همیشه در افغانستان وجود داشته و این بوده که معمولاً جدی گرفته نمی‌شد هوش مصنوعی. یعنی با اون میزانی که در واقع مردم پیش‌فرض می‌گرفتن هوش مصنوعی در افغانستان جا افتاده نیست، اما گزارش ما نشان میده که نه، هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری نوین در لایه‌های مختلف در سنین مختلف در واقع در افغانستان گسترش پیدا کرده. به گفته منبع 84.1% از جوانان حداقل یک بار از هوش مصنوعی برای دریافت مشوره استفاده کردند. یعنی این ابزار به یک مرجع مشاوره‌ای تبدیل شده است. بر اساس این نظرسنجی 82% کاربران پاسخ دادند که مشوره با دوستان و اقارب کاهش یافته و 58.1% نگران ماشینی شدن تصمیم گیری ها هستند. بیشترین اشتراک کننده‌های ما گفتن که ما آشنایی متوسط داریم نسبت به این فناوری، نسبت به هوش مصنوعی که در واقع 90% همونطور که در گراف شما می‌بینین گفتن آشنایی متوسط. البته شاخص‌های آشنایی متوسط هم آنچه که ما پیش فرض گرفتیم در حدی است که بالاخره میفهم هوش مصنوعی چیست، در واقع ابزارهای هوش مصنوعی و استفاده‌هایی که معمولاً در کارهای روزمره میکنن. و تنها 3.3% گفته که ما متخصص هوش مصنوعی هستیم، به این معنا که به گونه پیگیری موضوع را دنبال میکنن و ازش استفاده میکنن و اینو کسایی هستن که معمولا با پلتفرم های مختلف، با ابزارهای مختلف هوش مصنوعی کار میکنن و حتی در مورد تهدیداتی که این فناوری در برابر جوانان داره اینا آگاهی بسیار خوبی دارن. پرسیدیم از مخاطبان که شما در واقع هر چند بار از هوش مصنوعی در یک ماه استفاده میکنین و 90% از اینا گفتن هر روز. پس به این معناست که هوش مصنوعی تبدیل شده به جزء لاینفک زندگی جوانان در افغانستان و 50% هم 80% هم گفته که چند بار در هفته. خب پایین ترینش هم گفته که به یک تعداد بی پاسخ و برخی هم گفتن که اصلا استفاده نمی‌کنن، چون ما گزینه ها رو برای مخاطبان باز گذاشتیم که هر کی گزینه رو آنگونه که هست استفاده بکنه. ولی آن چیزی که جالب توجهی است که دو تا گزینه، یکی هر روز یکی چند بار در هفته، ما رو به اون فلسفه اصلی این تحقیق در واقع کمک میکنه که دست پیدا بکنیم کاربرد هوش مصنوعی در میان جوانان افغانستان و همین گونه بحثی دفعاتی که استفاده میکنه. یافته‌های این سروه نشان دهنده این است که 66.8% اشتراک کنندگان در سطح بالای تحصیلات قرار دارند و بیشتر پاسخ دهندگان باسوادند و تحصیلات عالی دارند. در همین حال سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در این برنامه از برگزاری این نظرسنجی قدردانی کرد و گفته وی متخصصان این وزارت درباره هوش مصنوعی تحقیقات دارند. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ټول موضوعات ته فکر دی چې څنګه موږ وکولی شو په افغانستان کې د انټرنیټ ترافیک څنګه کنټرول کړو، موږ په افغانستان کې د ډیجیټل حکومتولي څنګه تطبیق کړو، د ای آی موضوعات چې د فعلا د پر نړۍ سره مواجه ده څنګه د دې د خوالي او بدوالي ټول ظرفیتونه چې دغه موږ تحلیل کوو، ارزیابي کوو، دغه نه وروسته موږ وکولی شو خلکو ته خدمات رایې کوو. د ای آی په برخه کې هم زموږ متخصصین په تحقیق باندې لګیا دي. زموږ د تحقیق او توسعې ریاست دی، هغوی په دې کار کوي چې موږ څه ډول کولی شو چې له ای آی څخه په سالمه ډول استفاده لکه دلته چې دغه کوم ننګونې چې د دې نه راپارېږي یا کوم تشویشونه چې فعلا د پر د ای آی نه موجود دي، یعنې دغه تشویشونه باید رفع شي په افغانستان کې. با گفته وی آنان تلاش دارند تا دریابند که چگونه میتوان از هوش مصنوعی به شکل سالم استفاده کرد تا تشویش‌های موجود در این زمینه برطرف شوند. قابل ذکر است که الکوزی تصریح کرد
که تیم‌های تکنیکی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تلاش می‌کنند تا با اثرات منفی هوش مصنوعی نیز مقابله کنند. آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق